بالای این بیمار خبر گرفتن عبادت است عزیزان من. پیغمبر خدا صلوات ربی و سلامه علیه میگوید من عاد مریضا فکأنما مشى علی زخرفة الجنه. کسی یک بیمار خبر میگیرد گویا بالای زمین جنت قدم میزند. شما به نیت بیمار خبرگیری به خانه خوابی برادری بیمار تا میره یا به بیمارخانه میروی گویا اینکه بالای زمین جنت قدم میزنی. در روایت دیگر حضرت فرمودند من عاد مریضا او زار اخا له فی الله نادى مناد من السماء طبت و تاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا. رواه ابو داود و ابن حبان. کسی یک برادری مسلمان شه خبر گیره اگر بیمار شد یا یک برادری مسلمان شه به خاطر خدا زیارت بیاید، خداوند از این وعده ما را بنصیب کنه که شما را زیارت آمدیم و کسانی هم که از دیگر جاها برای زیارت ما و آخری ما اینجا آمده از این مکافات بنصیب کنه. ببین چی مکافات است. ملائکه ندا میکرده از آسمان خوشا به حال تو، خوشا به حال قدم های تو که برای خود در جنت قرارگاه قرار دادی. ببینید زیارت برادر مسلمان، خبر گرفتن برادر مسلمان بیماریش سبب جنت در آمدن ما و شما میشه. حتی در روایت دیگر حضرت گفتند کسی روزانه برادر مسلمانش خبرگیری رود تا شام 70,000 ملائکه براش از خدا استغفار طلب میکنند. خدای این بنده تا گناهش گذر که برادر مسلمان دل شکستش خبرگیری رفت. اگر نماز شام بعد از کار میبرای میره خبرش میگیریم تو خانه تا میره جای خواب تا میره تا صبح 70,000 ملائکه برای شما از خداوند آمرزش گناه طلب میکنه. ببینید چه خدای مهربان داره. این خبر گرفتن بیمار سبب دلخوشی، هم سبب حاصل کردن ثواب، هم سبب آمرزش. Подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарий и нажать на колокольчик.